بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تفسیر سوره زلزله از کتاب تفسیر تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان علامه عبدالرحمن سعدی رحمه الله. الله سبحانه و تعالی چنین می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یعنی الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: به نام خداوند بخشنده و مهربان، هنگامی که زمین با شدیدترین لرزه‌هایش با لرزه درآید و زمین بارهای وزین را بیرون ریزد و انسان گوید آن زمین را چه شده است، در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می‌کند، زیرا که پروردگارت به او چنین وحی و حکم کرده است. در آن روز مردم پراکنده از موقف حساب باز می‌گردند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. پس هر کس به اندازه ذره کاری نیک انجام داده باشد پاداش آن را می‌بیند و هر کس به اندازه ذره کاری بد کرده باشد جزای آن را می‌بیند. الله تعالی از آن چیزی که در روز قیامت واقع می‌شود خبر می‌دهد که زمین سخت تکان می‌خورد و به لرزه می‌دراید تا که بنا و نشانه‌هایی که در بالای آن است می‌افتند و کوههای آن از هم می‌پاشد و تپه‌ها برابر می‌شوند و زمین به میدانی صاف و هموار و بی فراز و نشیب تبدیل می‌شود. و اخرجت الارض اثقالها، و زمین مرده‌ها و خزانه‌ها و گنج‌های را که در درون اوست بیرون می‌اندازد. و قال الانسان ما لها، و وقتی که انسان حالت بزرگی را که به زمین رخ داده است مشاهده می‌کند می‌گوید آن را چه شده است. یومئذ تحدث اخبارها، در آن روز زمین به خوبی‌ها و بدی‌هایی که مردم روی زمین کردند گواهی می‌دهد. پس زمین از جمله گواهانی است که بر عمل‌های بندگان گواهی می‌دهد. بأن ربک اوحی لها، چون پروردگارت به زمین دستور داده که به آنچه روی آن انجام شده است گواهی دهد و زمین هم از دستور الله سرپیچی نمی‌کند. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، در آن روز مردم به صورت دسته‌های گوناگون پراکنده می‌شوند تا الله کارهای بد و نیکی را که کردند به آنها نشان دهد و آنها جزای کارهایشان را به طور کامل ببینند. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این همه خیر و شر را فرا میگیرد، چون وقت انسان پاداش و کیفر هر آنچه را کرده است میبیند، گرچه به اندازه ذره باشد بالاتر و بیشتر و آن را با طریق اولا خواهد دید. همانطور که الله تعالی میفرماید روزی که هر کس کار خوب و بدی را که انجام داده است حاضر مییابد و دوست دارد که میان او و آن فاصله دوری بود و آنچه را که انجام داده بودند حاضر و آماده می‌یابند. در اینجا آدمی بر انجام کار خیر هرچند اندک باشد تشویق شده است و از انجام کار بد هرچند ناچیز باشد حذر داده شده.